در این ویدیو میخوام آموزش بدم چجوری داخل ماینکرافت آسانسور درست کنیم. پس آخر ویدیو نگاه کنید، لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. برو بریم. خب ما به این آیتما نیاز داریم و برای خودمون یه دونه آسانسور درست میکنیم. تا من این آسانسور رو درست کنم لطفا ویدیو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. حالا من اینطوری ساختم و بعد وارد آسانسور میشیم. خب یه دونه از اینجا رو میکنیم همینطوری، بعد میریم بیرون، یه کامنت بلاک رو به سمت بالا میذاریم، یه کامنت بلاک رو به سمت پایین و خب از اینجا هم یه دونه بلاک میذاریم که بتونیم یه کامنت بلاک رو به صورت پایین بذاریم. به همین راحت. و خب میریم طبقه پایین آسانسور. F3 رو نگه میدارید. وقتی که F3 رو نگه داشتید اون عددی که جلوی کلمه بلاک هست اون رو یه جای یادداشت میکنیم. الان میریم طبقه بالا و روی کامنت بلاک کلیک میکنیم و مینویسیم /TP یا همون تلپورت، بعد ادساین P یا همون نزدیکترین پلیر و همون جایی که عدد یادداشت کردیم و همینجا مینویسیم. یعنی منظورم از اون عدد یعنی وقتی که F3 رو نگه داشتی یه عدد جلوی همین کلمه بلاکه. و خب الان یه بلاک میذاریم، یه دونه دکمه و وقتی که دکمه بزنیم میام طبقه پایین و خب میریم طبقه بالا و مختصات بالا رو هم مینویسیم مثل همون تازه که بهتون گفتم، عدد جلوی کلمه بلاک. یه جا این عدد رو یادداشت میکنیم و بعد میریم کامنت بلاک پایینی رو کلیک میکنیم و بعد همین عدد رو داخلش مینویسیم. و خب الان میریم سراغ کامنت بلاک پایینی که داخلش همون مختصات رو دوباره مینویسیم و همون عددی که تازه یادداشت کردیم و داخلش مینویسیم. حالا من آسانسور رو همینطوری ساختم. شاید شما قشنگترش هم بکنید. مثلا یه ساختمون بسازید و این آسانسور رو داخلش بسازید. یه در اینجا میذاریم یه دکمه و همینطور که میبینید اگه دکمه رو بزنیم میریم طبقه بالا. نگاه کنید، دکمه رو زدیم رفتیم طبقه بالا به همین راحتی. دکمه رو میزنیم میریم طبقه پایین. همینطور. خب بچه‌ها مرسی که تا آخر ویدیو نگاه کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی بدرود.